به من بگید تو انتخابات چیکار کنیم، بیام یه کار. پلاکارد بزنید در بسیج دانشجویی به مناسبت انتخابات در راه، برای آنکه دل ولی خدا راضی بشه، لبخند به لبش بیاد، اذن اجازه خدا داده شود، حول حالنا الی احسن الحال، همه دختر پسرای نظام جمهوری اسلامی بشود و کسی بیاید که به داد مستضعفین برسد و کسی بیاید که جواب این مردم را بدهد و کسی بیاید که آرمان‌های امام و انقلاب را محقق کند. ما امشب دعا توسل داریم. 30 روز توسل، 30 روز هر روز یه ختم یه جزء قرآن. بچه‌ها فلیتذروا بدقیون بدر کبرا. یکی دیگه هم که معرفت بصیرت بدید به بچه‌ها. برید تو خوابگاه، برید تو اتاقا، گل درش حرف نزنید، ریز حرف بزنید، مینیاتوری حرف بزنید، هنری بگید، خوشگل بگید، به جا بگید، به موقع بگید، رسا بگید، روشن بگید، مبین بگید، اونچه که میفهمید. هیچ انتظار نیست، حق هم نیست که انتظار باشه که کسی برخلاف فهمیده خودش حرف بزنه، اما اونی که فهمیدید رو بگید، سعی هم بکنید که اونچه که فهمیدید درست باشه. قشنگ بگید، با مبانی بگید، با استدلال بگید، با داد نگید، با فریاد نگید، با رقم بگید، با آمار بگید، با عده بگید. بابا پیغمبر شکمبه شطور رو سرش ریختن، باز دعاشون میکرد، دندونش شکستن. حالا چیزی تو ابرو میگم به بر نخوره، به خدا. هر کجا نشستیم حرف این بچه ها رو گوش کردیم، به پا قصه قصه هاشون نشستیم. الانسان عبید الاحسان، هر جا احسان کردیم و بزرگترین احسان هدایت فکرش کردیم، کمکش کردیم، به پا اومد. و یه ماه بچه ها کارا رو تعطیل کنیم و خدا شم رو سینه امام حسین دیده، به قول آیت الله احمدی منیجی ککش هم نگردید. با کسی صیغه برادری توی انقلاب نخوندن. بچه ها یه ماه تعطیل کنن این کار. برید تو فامیل، برید تو خوابگاه، برید تو دانشکده، وقت بذارید، تو رو خدا وقت بذارید. مواد بگیرید، مسائل بگیرید، محتوا بگیرید، خوشگل بگیرید، قشنگ بگید، به موقع بگید، برای خدا بگید، خدا هم کمک. یا علی.